امروز اومدیم سراغ یه حماسه خفن عزیزم، یه حماسه‌ای که تاجیک ها و ایرانی ها بیشتر، ولی خب ایرانی ها در کنار خواننده تاجیک اونو به عمل آوردن و واقعا هم خفنه. و اینی که یه گروه بزرگ تشکیل شده از ارکستر، از همه چی و همه چی تمام، یه کار سنتی و خفن. شعر از مولانا، بذار اصلا بگم اسمش چی بود، اسمش عاشقانه است. عاشقانه از آرش فولادوند به همراهی وحید تاج و خانم نگینا امانقلو. حالا من نمیدونم امانقلو درست گفتم یا امانقلوف، ولی یه خانم دیگه هم هست ایرانی، توی پاریس سالن همایش یونسکو، یعنی خیلی خفن. کلی آدم خفن اومدن اونجا، قراره یه اجرای عالی ببینیم. بریم با هم این اجرا رو ببینیم. شعر این آهنگ از مولاناست. مولانا که توی بلخ به دنیا آمده بوده، انگار مولانای بلخی بهش میگن و خیلی هم خفنه، خیلی مرید داره و کلی خیلی اصلا نمیشه اصلا راجع به این آدم توصیف کرد و خیلی غرور آفرینه. بریم با هم ببینیم که صلح و وحدت ایرانی‌ها توی پاریس توی سازمان یونسکو چجوری به رخ کشیده میشه. Stop. What the hell are you talking about? بچه ها لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما این ویدیو رو بترکونید. Let's go. بله. قطعه عاشقانه ها به رهبری آرش فولادوند. بله. تکخوان‌ها نگینا امانقلو و بله. سارا نائینی و وحید تاج. و این هم آقای آرش فولادوند. اون آرش فولادوند رهبرش، آهنگسازش هم. بله خانم امانقلو ما چه لباسی داره. اصلا لباسش کاملا فرق میکنه و برگرفته از تاجیکستانه. شروع کنیم. وای چقدر تمیز شروع کرد. بله، مولانا جلال الدین محمد بلخی اسم شاعر خفنمونه که واقعا باید بهش افتخار بکنیم. تمیز، یه کار خیلی خفن. چقدر خوب شروع کرد. حالت آهنگای انگار هایده است. آره آهنگ سنتی، واقعا وایب آهنگای سنتی به نظرم خیلی بهتر از جدیداست. آره تار و ستار و چنگ و همه چی اینجا هست. سنتور و دیالوگ، فکر کنم گیتار دیگه. دیوی سفر هم جانم دنبک رو میشنوی؟ اون که بی عشقم هیچ حسابش مگیر، آب حیات از عشق در دل و جانش پذیر. خیلی قشنگ بود اینجاش. میگه بگو میدونید فهمیدی چی گفت؟ عمر که بی عشق هیچ حسابش مگیر. یعنی اگه تو یه عمر عاشق کسی نشدی و عشق نداشتی، اصلا زندگیت پرته. آب حیات از عشق در دل و جانش پذیر. از اون من پذیرفتم. خیلی ترتمیزه. عشق چوبیک شد رفت، سبز شود هر درخت، برگی جوان بردمد هر نفس از شاخ پی. عالی واقعا خانومه چقدر خوبه. این هم صداش اگه دقت کنید یه خورده بالاست، صداش تیزتر بود. و خیلی لهجه جالب و خیلی فارسی تر، یعنی پارسی اصل‌تر این بیتو اجرا کرد. عشق چو بگشاد رخت، سبز شود هر درخت. به به
برگ جوان بردمد هر نفس از شاخ پیر. اینجاشو نفهمیدم ولی اون اولشو میدونم. ما یه خورده توی آموزش پرورشمون تو این چیزا با اون کار نکردم واقعا. یعنی از اول خودمون باید بریم بگردیم دنبالش. ببخشید ببین وسط پاریس توی اون همه آدم خارجی توی یونسکو خیلی خوب همدلی ایران و تاجیکستان و اینجا فرهنگمون رو به رخ کشیدن. واقعا خیلی افتخار بزرگیه. خیلی تمیزه. هر که شود سید عشق ای شود دوست من چون سپرش مخوابد ای رسدش زخم تیر جمله جانهای پاک گشته اسیران خاک عشق بوری این نابود کرد. این آرش فولادوند نابود کرد. خیلی خفن بود. قبل از اینکه این آقای اسمش یادم رفت، قبل از اینکه بخونه اون دوتا خانم که داشتن میخوندن، آرش کلا اینطوری بود. بعد اینکه شروع اینکه اومد وای چقدر قشنگ بود، چقدر خوب، چقدر تمیز اجرا کرد واقعا. موهای بدنم همش تو اون لحظه‌ای که تو اوج بود اصلا فکر کنم خیلی آهنگ ملودیک رفت جلو، آروم رفت جلو، خیلی بعد یهو اومد هر که شود چه فاز زنها مثلا خیلی سخته میدونی من مردم با حنجره شون میزنن دیدی چی میگن جونم اخبار به این ملودی بیا بسته کی دوست داره اینو؟ دوستت اینجا که اصلا لذت بردی بعدش هم حتما مخصوصا با شعر مولانا واقعا یه سری هستن اصلا مست مولانا، یه سری هستن مرید مولانا. میدونستی درویشا خیلی عاشق مولانا هم. بعد تو ترکیه و عاشق تو ترکیه و اینا یه سری برنامه‌های خفن، یه سری میدونی چی بهت بگم مثلا دوره هم میشن یه کارایی میکنن دید مخصوصا اون رقصشون که هست اینجوری دختر با دامن و اینا اینجوری میچرخن خیلی خفن. یه شعرم داشت که حسین تویی خونده بود دیو منم جهان منم دولت جاودان منم نه تو اینم من دنبال. البته رفت تو رپ دیگه، این دیگه رفت تو رپ بوند دیگه تیکه اول. میخوام برم دنبال شعر دیوونه شدم دیگه. این چقدر تمیز عاشقیان خند تو جان شکر خواه ماست. وای چقدر چرا شما تاجیک‌ها اینقدر تمیز تلفظ میکنی؟ خیلی خوب شیرین عشق و ابراز میکنن. عاشقیان مثلا قه و میگن قه بیشتر
سایه زلفین تو در دو جهان جای ما. و سایه زلفین تو در دو جهان جای ماست. یعنی سایه زلفهای تو توی این جهان و اون جهان سایه ماست. قربونت برم. بله. جای ماست. از قد و بالای اوست عشق که بالا گرفت، آن که بشد غرق عشق قامت و بالای ما. این کدومشون رو بیشتر بین این دوتا خانوما کدومش؟ من به نظرم تاجیک خیلی آخه اون یه جور خوبه، این یه جور خوبه. برای این صداش یه جور خوبه، اون صداش یه جور خوبه. برای این شعر، برای این سبک به نظرم من تاجیک، خانومی که تاجیک میخونه خیلی بهتره. اگر شما هم نظری دارید کامنت کنید، چون ببین لهجه و لفظایی که میان کلا تاجیک ها نسبت به قدیم نزدیکتره نسبت به اصل. خاطر همین تمیز مثلا میگه عاشقان جان تو. بحث آقای تاج همایون شجریان یکی از این خواهران. اگه دوست داشتید بازی رو همایون برام دیدید داره خیلی خفن داره، افتخار تمام بچه ببین از سبب هجر اوست شب که سیاه پوش گشت، توی دود شب زاتش سودای ما. به توی دود شب زاتش سودای ما. نیست من باورت این سخن از شب به پوست. صداش خیلی قشنگه این هم قشنگه صداش، ولی خب تفاوت لباس پوشیدن ببین. ما ایرانی بیشتر به سمت غرب رفتیم. آره. ما راست میگم واقعا ما بدیش این بوده که به غرب گرایی داریم میریم سبک لباسامون، ولی مثلا تاجیکستان رو ببین عالی، خود قدیم همون رنگ. تو ایران باید رنگ وای تا بدهد شرح آن که فتنه فردای ما. سنگینی از اجرا بود خواهران و برادرانی که نشونشون نمیده همش صحنه رو بگیم بود جلال. ببین این کسی که ببین من نمیدونم بعضی موقع خب یه سری هنرمندا مخاطب خاصی نیاز ندارن که یه شعر رو بنویسن یا بخونن، ولی خب یه سری‌ها واقعا دارن. اگر اون کسی که این شعر رو مولانا براش نوشته، یعنی یکی از خوشبخت‌ترین آدمای روی زمینه. شعر به این قشنگی اصلا همه چی رو داره پاش میریزه، چقدر تمیز، چقدر خوب. آره. دیدی بچه‌م این رسکو دنیا رو همه ما تو محمود موندن که اینا دارن چی کار میکنن. این که اصلا فاصله دارن بچه را جمله از اجازه فرروز Let's go.
ببین اینجا میگه هر که شود صید عشق کی شود او صید مرگ. پشمو چه جایی هم انتخاب کرده برای این اوج تمیز و خفن. میگه من صید عشق شدم الان، اصلا هیچ وقت دیگه صید مرگ نمیشم و چون سفرش محبوبت کی رسدش زخم تیر. چون سفرش یه چیز محبوبت نمیدونم چی میشه، ولی خب میدونم چون سفرش مثلا اینقدر قویه و فلان اینا، زخم تیر هیچ وقت بهش نمیرسه چون عشق داره. چقدر خفنه. با اینکه من نمیفهمم زیاد راجع به شعر و اینو دیگه، ببین چی توش نهفته است. خیلی خوبه. اینم که اصلا ترکونده. جمله جانهای پاک گشته اسیران خاک، عشق فرو ریختن آب رهان دستی، آب رهان دستی. چه احساس غروری دارم. اینا رو ببین چه اوجی رفت. فشار زیاد بشون میاد. خیلی فشار بشون. آره خواستم بگم. واقعا عالی بود. عالی بناختم این خوب و لذت بخش واقعا. میگه که این آدم خفن میگه دارن رسم میزنن. واقعا استقبال فرمی کرد. لباس شایان خوشم. شایان کیه؟ آرش عزیز. آرش. شایان آرش. تو کرایه زده بودی رو آرش. لباسشو دوست دارم. بچه خیلی خفن بود واقعا. من خیلی خیلی. احساس از 10 چند غرور میدی؟ کردم. از 10 بهش 11 میدم.